هی بیناز، پاشو یه نگاه کن ببین دارن میان یا نه. الان نمیتونم. یعنی چی الان نمیتونم؟ بدو ببینم. باشه بابا تو هم. فکر کردم الان میگی اگه زنم نیاد منم نمیام، اما تو استغفرالله. میخوای دعوا رو بندازم زیلا؟ نه، واسه اینکه دعوا نشه خودمونو بیارزش کنیم. پهلوونیام سوار زنیت بشن. ره چی کار کنم زن؟ برم خلیلو بکشم؟ اینو میخوای؟ ها؟ عمر بدو دیگه عزیزم. قدیر عزیزم برو داداشتو صدا کن، داره دیر میشه، تازه میخوایم بریم دنبال عروس. اومدی عزیزم؟ مادر داداش نیست. یعنی چی نیست؟ چه میدونم نیست دیگه. جواب نمیده. همه رو جمع کن پسرم، بریم دنبال داداشت. اول بریم فرودگاه. برم دنبالش که چی مادر من؟ به زور اسلحه که نمیتونم بیارمش. حالا شما پیداش کنین، باقیش با خود من. باهاش حرف میزنم. بدو دیگه، وای نسته اینجا. بدو مادر. بدو. بعضی وقتا عاشق میشی اما نمیشه، مثل واسه من. وقتی آدم عاشق میشه نمیتونه قبول کنه که نشه. چطوری گفتی؟ معلومه اونقدر هم عاشقش نبودی. من میگم عاشق با پس نمیکشه، نمیتونه. تو رو خدا از عشق دست بر ندار. ببین من گفتم میشه. از صبر کردن، دعا کردن، دنبالش رفتن خسته نشدم.
پسرم خودتو اذیت نکن. دیگه همه چی تموم شد، تو هم تمومش کن. ببین خاک تو رو صدا کرده که اومدی. هنوز نیومدن؟ تو برو تو دختر. برو تو دخترم برو. مامان این چشه؟ ساکت شو دختر، داداشت میشنوه و سخونتو خورد میکنه ها. مامان داداشم پیداش نیست، ما پا شدیم اومدیم اینجا. هیچی نگو که الان قش میکنم. منتظر قدیر باشیم. مامان اگه داداشو پیدا نکردن چی؟ بهتر نبود نیایی؟ خدا خودش کمک میکنه. میاد. آره میاد. اومدی پسرم؟ مادر من رسیدم، اما اگه داداش نیاد میاد. من برادر تو میشناسم، اون ما رو اینطوری رها نمیکنه. اومدن. یواش از دست تو. پس داماد کجاست؟ بیاد واسه دستبوسی. میاد تو راهه. باشه منتظریم. مردم جمع شدن، بهتره را بیفتیم دیرمون نشه. عمرم داره میاد دیگه. قانون جدید در آوردین؟ اول داماد میاد دستبوسی، بعد دختر رو میگیره. خلیل کشش نده. کسی رسوم عوض نکرده پسرم. باید میرفت روستا اجازه بگیره. خب بریم دخترم بریم. وای تا وقتی داماد واسه دستبوسی بیاد اینجا منتظر میمونیم. خلیل یکم صبر کن، آبروی خودمونو نبریم. زودتر تموم بشه بره. دارم سکته میکنم.
باشه جلیل باشه. مامان جون خیلی خوب نفس عمیق بکش. مامان جونم. مادر بیا بریم. تا کی وایسیم اینجا آخه؟ یعنی من بچه خودمو نمیشناسم؟ گفتم تو اون موقعیت ولمون نمیکنه. پسرم دختر رو دادیم. انشالله تو هم دستمونو میبوسی. من خودم بهتر میدونم چه دستیو ببوسم و چه دستیو بشکنم.
جیلا؟ بله. سلام عزیزم، چطوری؟ خوبم، کارم تموم شد، دارم میرم خونه. شما چطوری؟ منم خوبم، دارم میرم عروسی دوستم. تو هم بیا با هم بریم. آخه نمیدونم. چرا نیای؟ بیا دیگه، منم تنهام، خوش میگذره. بیا. خیلی ممنون. من اینو آتیش میزنم مامان. داد نزن دختر، بران داد به نزن. جهنم. لعنتیا، ولم کن مامان. این عروسی را از دماغشو در میارم. حالا وایسا نگاه کن. الان تیکه دختر تیکشو میان میکنم. میپرسن چی شده. مردم نمیپرسن زیلان کجاست. آبرومو بردن، زایم کردن. من زیلان نیستم اگه آبروی اون دجله و ننشو نبرم. حالا وایسا تماشا کن، ببین چه بلایی سرشون میارم. دیوونه شدی دختر. فکر کردن کیان؟ نداری. یکم مراقب زبونت باش. الان وقت اینه که جلوی قریشا وایسی؟ الان وقت دیوونه شدنه؟ مگه نمیبینی مامان؟ فیدان داره بلاهایی که نمیتونه سر اونو بیاره سر ما میاره. میخواد همه چی رو سر من خالی کنه. اینام هیچی نمیگن چون میخوان منو تو میکنن. چیکار کنم؟ ساکت بشینم؟ کی گفت ساکت بشی؟ برو اونور. بخوای اینطوری داد بزنی خوابشم نمیبینی. ببین یه بار دیگه نبینم با شوهرت دعوا کنی یا جلوی قریشا وایسیا. تو مظلومی، نمیدونی چی کار کنی. باید با پنبه سر ببری. اون دجله باید از این امارت بره مامان. باید بره. اینجا واسه ما دوتا کوچیکه. من بمیرم هم نمیرم، پس اون باید بره. فهمیدی؟ اون باید بره. خیلی خوب، حالا یکم آروم باش. گذشت دیگه، تموم شد. ولم کن مامان. آروم. ببین موهاتو باز کن، خیلی خوشگله. صداشونم داره میاد. عروسی کیه؟ یکی از مریضامه، دختر با مزه‌ایه. اسمش دجله است. فامیلیش هم پهلوانیه، میشناسی؟ قبلا اسمشو شنیده بودم. من خیلی کسی رو نمیشناسم. منم فقط تو اونو میشناسم.
شاید توی عروسی دوست پیدا کردی. جلیل، تو قدیر رو دیدی؟ این طرفی رفت خان. همینطوری داشت میرفت و میومد. حوصله‌اش سر رفته بود. خیلی خوب، من دارم میرم پیشش. باشه خان. امین علی اینجاست. چی گفتی؟ چطوری اومده بیرون؟ تو نرفتی دادگاه، حتما آزادش کردن. تو نذاشتی من برم. سر من خالی نکن. برو پیداش کن. بهش بگو اگه نری داد میزنم، میگم بهم تجاوز کردی. برو دیگه دختر، هرچی پیش بیاد با هم میسوزیم. والا دیگه من نمیام به خاطر تو خودمو بسوزونم. باید ببخشید. با زیلان عروسی کن پسرم. برو سر خونه زندگیت. فردا پس فردا جای بابات میشینی. من دیگه پیر شدم. باید یواش یواش کنار بکشم. اول مسئولیت خانوادت رو قبول کن تا بتونی مسئولیت عشیره و خاندانت رو هم به دوش بکشی عزیزم. هر جور تو صلاح بدونی مادر. حالا که یه سیغه ای خوندن، عقد رسمی که یه قره شاه خانم. امشب که به سلامتی مراسم به خوبی و خوشی برپا شد، خدا رو شکر. چند روز دیگه هم عقد میکنن و میرن سر خونه زندگیشون. عروسی هم تو استانبول میگیریم مگه نه مادر قریشا؟ ایشالله. به خانم دکتر، والا چشممون به در خوش شد. خوش اومدین. خیلی ممنونم. بفرمایید بریم سر میز. جیلان بیا بریم سر میز. باشه. بفرمایید. الو مامان. کجایی تو دختر؟ چیزه مامان، با خانم دکتر اومدیم عروسی. تو نرفتی سر کار؟ شارژم داره تموم میشه. زود بگو مامان، الان قطع میشه. نه خیر نرفتم. تو عروسی ملت چی کار میکنی ها؟ عروسی کی هست حالا؟ منم نمیدونم. عروسی پهلوانی هست انگار. سری بلند شو بیا خونه همین الان. میکشمت. زود باش بیا. خوش اومدی. خیلی ممنونم. چقدر خوشگل شدی. خیلی ممنون. بیاین بشینید به شوهرم معرفیتون کنم. دیگه الانا میاد. میشینم عروس خانم. این مال توه. وای چرا زحمت کشیدین. بفرمایید. نمیتونم بمونم، مامانم خیلی عصبانیه. منم زیاد نمیمونم. صبر کن من میرسونمت. نه تو رو خدا من برم. خیلی ممنون.
قدیر تو حالت خوبه؟ زیلان کجاست؟ ندیدمش. خوبم داداش، خوبم. زیلان نیامد چون پهلوانیا نخواستن. با مادر حرف زدیم، گفتیم دعوا نشه موقع. مگه همچین چیزی میشه؟ برو زن تو بردار بیار. برای کی دارن این شرایطو میذارن؟ من برای اینکه این مسائل تموم بشه این عروسی رو راه انداختم. فکر میکنی تموم میشه؟ تا خون ریخته نشه ول نمیکنن. دست به دست هم میدیم، بدون دعوا مرافع نرمشون میکنیم. دیگه به سلامتی بالا سرمونی دیگه داداش. خان شدن آداب و رسوم داره قدیر. حالا که تصمیم گرفتم باید سزاشم پس بدم. سالهاست که همه یه بار زندگی رو دوش تو و مادرمه. اون روزی که زمینای خونبه‌ها رو دادم به خلیل عصبانی شدی و گفتی داداش اینجا نیستی. کاملا حق با تو بود. اما من دیگه الان اینجام. یه کاری میکنم که همتون راحت بشین. کار خوبی میکنی. تو برو زن تو بردار بیار. دیگه همچین اتفاقی نمیفته. زیلان زن توه. هیچ کس نمیتونه بهش حرفی بزنه. پس این داماد مشهورمون کجاست؟ هرچی نگاه کردم نبود. الان میاد. جیلان. آقا قدیر یه چیزیم شد. ببینم. درد داره. اسلحه خورده بهش. بیا بریم بیمارستان. نه من باید برم خونه. باشه اول بریم بیمارستان بعد میرسونمت خونه. نه من خودم میرم. شب بخیر. بیا بریم. مامانم منتظره، دیرم میشه. به مادرت هم زنگ میزنم، نگران نباش. نه نمیخواد. باشه نترس. عروس خانم داماد تو اومدنی نیست، من میرم دیگه. نشسته بودی حالا تازه اومدی؟ فردا بعد صبح زود پاشم. راستی من تو خانه‌ای بهداشت یکی از روستاهای اطراف قرار کار کنم. فردا افتتاحیه دارن و اولین روز کاری من. کدوم روستا؟ هنوز اسمشو نمیدونم، فردا معلوم میشه. قدم رنجه کردی خانم دکتر، ممنونم. انشالله خوشبخت بشی. حالا با همسرت بعدن آشنا میشم. سلام برسون و تبریک بگو. خیلی ممنون. شب بخیر. شب بخیر.
بفرمایید خانم دکتر، بفرمایید. زحمت نکشین، من خودم میرم. نه اختیار دارین، چه زحمتی؟ یعنی شما به مهموناتون برسین، میزبان هستین. من خودم میرم. باشه، یکی از بچه‌ها شما رو میرسونه. بفرمایید لطفاً. چی کار میکنی آبجی؟ حواست کجاست؟ چیزه پام گیر کرد. آخه خیلی هیجان زدم. عروسی داداشمه. تو طرف دختری؟ چی کار میکنی؟ برو بشین. نه نمیشینم. عروسی داداشت؟ آره داداش عمرم دیگه. چی شد خانم دکتر؟ چیزی یادتون رفته؟ نه یاد یه چیزی افتادم. کاش تیراندازی نکنم. نه ترسین خانم دکتر، تا من هستم هیچکی نمیتونه به شما آسیبی برسونه. بریم. شب بخیر خانم دکتر. هر وقت چیزی لازم داشتین خلیل خان اینجاست. ممنونم. تو داری چی کار میکنی دجله؟ برو بشین سر میز. نه نمیشینم. جایی نرو، همینجا بمونیم. چون من امروز بهترین روز زندگی منه، چون کنار تو هم. هیچی نمیتونه اینو خراب کنه، حتی مرگ. اسم من دیاره. اسم تو چیه؟ منم امین علی. چقدر اسمت قشنگه دیار. شارژم تموم شده. مامانم منو میکشه. خب با این زنگ بزن. نه نمیشه.
یه کاری میکنیم، اول میریم خونه شما، میگیم ما داریم میریم بیمارستان، بعد میریم. اونم میاد دیگه، مگه نه؟ نه اونطوری که اصلا. بابا تو چرا انقدر میترسی؟ من نمیفهمم. شاید مامان بابا تو بشناسه. بابام فوت کرده. خدا بیامرزتش. خیلی وقته، بچه بودم. فقط مامانم هست که خیلی حساسه. مامانت کار میکنه؟ خیاطه. مامانم خیاطه. رسیدیم؟ آره رسیدیم، اینجاست. سلین جون الان میخواستم بهت زنگ بزنم، تازه رسیدم. عزیزم عروسی چطور بود؟ خوش گذشت؟ واقعا خیلی خوب بودم و من بازم حالم بد شد. فکرشو بکن، شاید امشب عروسی ما بود. هیچ جور نمیتونم فراموشش کنم. مثلا اومدم جای جدیدم و هنوز عمر تو فکرم. بریم دیگه. داری میرین آقا طاهر؟ آره آخه خسته شده. مبارک باشه. عمر فردا واسه افتتاحیه خونه بهداشت میای روستا دیگه، مگه نه؟ مطمئن باشین فردا میام. باشه بریم دیگه. بیا بیا. سلین ببین چی میگم، تا اینجا یه ساعت راه بیشتر نیست. پاشو بیا اینجا، میریم با هم میگردیم. معلومه که میام. لیست کیشیک فردا اعلام میشه، خودم خبرت میکنم. باشه عزیزم. من برم دیگه، فردا باید زود بلند شم. افتتاحیه خانه‌ای بهداشته. دعا کن همه چی خوب پیش بره. میبوسمت.